توبه آریانا سعید برای همیشه از هنر موسیقی. دلیل خداحافظی آریانا سعید از هنر موسیقی چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی جنجالی آریانا سعید در امریکا. آریانا سعید اکنون کجاست و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید یکی از هنرمندان بی‌بدیل، سابق دار و یکی از چهره‌های مشهور و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان است. شهرت و محبوبیت آریانا سعید برمیگردد به 15 سال قبل. آریانا سعید اولین آهنگ دوگانه‌اش را با جاوید شریف، یکی از هنرمندان سرشناس و عاشقانه‌خوان افغان، سرود که مورد حمایت و تشویق گسترده افغان‌ها قرار گرفت. چند نمی شود آریانا سعید در امریکا به فعالیت‌های سیاسیش آغاز کرده است. این همه در حالی است که آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف طرفداران و علاقه‌مندان صدایش کسب کرد. آریانا عاشقانه به کارهای هنریش می‌پردازد و طرفداران و علاقه‌مندان فراوانی دارد. آریانا سعید هنرمند خوب و محبوب کشور، تازه بعد از آن که به کارهای سیاسیش آغاز کرد کاملا از راه هنر موسیقی دوری گزیده، اما معلوم نیست آریانا سعید به چی دلیل از هنر موسیقیش به دور است. این همه در حالی است که قرار بود آریانا سعید و اسیب در ماه آینده ازدواج کند، اما به دلیل نامعلوم ازدواج آریانا سعید با اسیب سعید از هم پاشید و بار دیگر مراسم ازدواجشان به تعویق افتاد. ولی آریانا سعید علاقه‌مندان و رقیبان هنری خاص خودش را دارد. دیگر هنرمندان از نبود و دوری آریانا سعید در جامعه هنری افغانستان خیلی استقبال و خوشحالی دارند، ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده، موفق و کامیاب باشید.